با سلام به اشعر الشعرا، افقه الفقها، احمق الحمقا، مقام معظم ولایت در محفل دود و مصرع و دو بیتی و غزل و دایره دنبک هستیم و اگه اجازه بدید یه شعر مامان بخونم. بخونید. برفتم بر در شمس الاماره، همون جایی که عظما خانه داره. بدیدم روی او آرمان نوارا، بدیدم موی او تو اسکاچی. دلم ناگه هوای استکان کرد، هوای مرقد روح الله جان کرد. آفرین. بابام بچه شوشه، الانم زیر دوشه. میگفت دیشب سر شام چقدر عظما چموشه. آقا دوغم در اومد، چرا کشکت نیومد؟ سرودم این همه چرت، چرا اشکت نیومد؟ اومد. آقا شما که گریه میکنید من خندم میگیره. حاصل وصلت جوجه تیغی و مار، شده یک کلافه سیم خاردار. کنون شعر من از وسط وا شده، که عظمای ما از کمر تا شده. ببین چا شده، ببین شا شده، چه افشا شده که هیوا شده، یه شا شده. خیلی خوب. این از سیم خاردار چی بود اون مصرع بخونید؟ جان؟ سیم خاردار؟ فلبدای گفت. یادم رفت. کسی نوشته؟ اگه میخواید از این سیمهای خاردار عبور کنید، اول باید از سیم خاردار نفس خودتون عبور کرده باشید. اگر تونستید از سیمهای خاردار نفس خودتون عبور کنید، اون وقت میتونید از اینجا ها. چه سیم خاردار نفسمون دقیقا کجامون میشه؟ نفهمیدم. مجلس شعر و ور شد. داداش بیا میکروفون رو بده بغلی بگیر. گشنم شده عظما، بگو کی موقع شام است؟ این معده ما منتظر نان حرام است. امشب شب مهمانی لاشخور صفتان است. عظما بغلم کن که دگر کار تمام است. برجام که بمب اتمت را به فنا داد، خود قسمتی از خوردن حلوای نظام است. عظما با همین تیپ خراب و تن ناقص در حسرت خوشتیپی دیوید بکام است. از آن هم دیوید بکام است، فوتبالیست است دیوید بکام. کوسه به درک رفت، تو هم عزم سفر کن. عمرت به سر آمد، به نظر ختم کلام است. پیوند انفاسکم. خیلی خوب بود. یه دو بیتی میخواستم تقدیمتون کنم در وصف انتخابات پیش رو. میفرماید که تو و سیم لعیم انتخابات، من و دیگ حلیم انتخابات. تو کفگیرت بخورده بر ته دیگ، توی طفل یتیم انتخابات. آفرین. تو اهل کجایی دار؟ من اهل اشکول تپه از توابع دو قضاوات. چند سال شعر؟ سال؟ نه بابا، داشتیم رد میشونیم اینجا.
دیدیم مثل که قیمه میدن. یه 2 بیت تیار کردیم، البته آدم وضعیت شما رو میبینه همه چی میپره، شعرش میزنه بیرون. خوبه، انشالله همجور پیش برید خیلی خوب میشه در آینده. مقام عظما، بنده یک شعر نو همین الان خریدم، نو آکبند کار نکرده، که میفرماید تو از درفش کرفس میایی آنجا که شته ها با پشه ها نرد عشق میبازند و کلامشان در بستری از مغز شتر و عسل نطفه میبندد و من بر فراز امامت شننگ تخته می اندازم. ای تز منای جمهوری اسلامی، شیخ فضل الله نوریت را به من بده، اینجا چرا قوه ها کار نمی کنند. خیلی خوب، طیب الله الفاظکم. این شعری که خوندید بین سبک نیمایی و شعر سفید بود. او همین شعر آزاد، همین شعرهایی که افاعیلش تفاوت میکنه و خصوصیتش اینه، اختلاف افاعیل مصرع ها و اختلاف جایگاه قافیه ها. خفه شو بابا، ببینیم چی میگی تو. افاعیلت با اباعیلت پنالتی میزنه، تو رو چه به شعر نو آخه ساندویچ. جمع کنین کاس کمچتون رو بزنین به چک بینیم بابا و از جلو چشام خفه شو ای تجام نوشه بی تربیت. خیلی خوب، طیب الله الفاظکم.